سلام و درود بر شما شنوندگانی عزیزی رادیو مهر. در این روزها و ساعتها امید است. خوب و خوش و خرسند باشید. دنیا زیباست، زیبایی ها چشم نواز است و آدم ها را خرسند می کند. زیبایی مانند مهربانی، خوبی، نیکی برای دیگران، راستی و درستی. دوستانی من، تا به حال فکر کرده اید این زیبایی ها و خوبی ها را از کجا می شود فهمید؟ می دانید که در دنیا بدی ها و زشتی های بسیار دل را آزرده می کند. بدی ها مثل دروغ و تهمت و رنجاندن دیگران. اما یک چیز خیلی جالب است. اینکه همه ما خرد و کلان، مسلمان و غیر مسلمان، این بدی ها و خوبی ها رو می دانیم و می فهمیم و قبول داریم. برای مثال در تمام دنیا دروغ گفتن بد است و دزدی زشت است. بدگویی و رنجاندن دیگران هم همین طور. این از یک چیز حکایت می کند. آن هم اینکه خدای مهربان ذات بشر را پاک آفریده است و همه انسان ها پاکی و زیبایی را دوست می دارند.